بعضی چیزا ارزش اینو ندارن که بخوای خودت رو به خاطرش ناراحت کنی. علاقه و دوستی مردم مثل برگ‌های درخته، امروز باهاتن، فردا میریزن. اگه یه شخصی میخواست ولت کنه، میخواست تنهات بذاره، ناراحت نباش، بهتر از اون میاد. بعضی اشخاص بهتره از زندگی برن بیرون. گوش بده، هیچ وقت خوشبختیت رو در یه شخص نبین، در یه چیزی نبین، چون ممکنه تنهات بذاره و هر چیزی در زندگی ممکنه تغییر کنه. سعی کن به هر کس به اندازه لیاقتش اهمیت بدی. اگه به درختی بیش از اندازه آب بدی، نابود میشه، تنهات میذاره. سلام علیکم. والعين تسمع للورى قدمي